600 اسبی که از قرقیزستان به ناحیه جابر رسولف تاجیکستان درآمدند به صاحبانش بازگردانیده شدند. مقامات انتظامی این ناحیه گفتند این واقعه نه حجتگذاری شد و نه رسانه‌ای. روز 1 فوریه در نشست خبری مسئولان این نهاد به روزنامه‌نگاران گفتند که مالکان چاروای مرز را عبور کرده از شهر اسفنه ناحیه لیلکی قرقیزستان بودند. مثلا که 6 سال چاروای مثال اسبی که مثال از حدود جمهوری قرقیزستان از مرز دولتی مثال به طرف جمهوری تاجیکستان وارد شده بود، گروه کاری برآمده ما با گروه فرماندهی уже برگردونده دادیم به یگان معما به یگان وای سال حجت گذاری دید تاریخی مثال دوستانه و همدیگر فهمی مثال که آینده با مثال مناسبت بین تاجیکستان و قرقیزستان جمهوری قرقیزستان وای نشود دو چند یا مثال مشکل‌تر نشود. ولی در این باره رسانه‌های قرقیزستان تا این دم معلومات نشر نکردند. از این پیشتر نیمه ماه ینور جانب تاجیکستان 427 قطاس ساکنان قرقیزستان را که هنگام چرانیدن مرز دو کشور را عبور کرده به طرف تاجیکستان گذشته بودند به صاحبانش برگردانده است. در این باره جانب قرقیزستان رسما اطلاع داده بود. اما مسئولان انتظامی ناحیه جابر رسولف میگویند آخر سال گذشته یک شهروند قرقیزستان را که در این ناحیه هممرز جانب تاجیکستان عائله‌دار شده و صاحب 2 فرزند بوده است هنگامی برای عیادت آمدن بازداشت کرده و برای عبور غیرقانونی مرز پرونده جنایتی بازنمودند. بعداً طبق مقررات باز به کشورش اخراج گردیده است. مقامات درباره این شخص جزئیات ندادند. حالا مناسبت نیست یگان جایی خیلی بین جمهوری قرقیزستان سرحدها بین نیست فقط رفت و بیا بین مثال شهروندان چی شهروندان ما چی شهروندان بیا فقط همین معما است که غیر قانونی یا مثال درآمدگاهی که ما مثال در وای است دیدبانگاهی که مرزی داریم در دیدبانگاه مدنیت میگو بعد یک مرز دیگر در وای داریم دیگه قرغونچه در همین جا فقط معما میشن تاریخ راهی اساسی گلمنی راه یگان رفت و بیا و نیست محکم. چند دهه ناحیه جابر رسولف تاجیکستان با قرقیزستان مرزی مشترک دارند و در سال گذشته شاهد مناقشه نیز گردیده است. در حادثه ماه سپتامبر سال 2022 یک نفر ساکن جابر رسولف و 6 نفر نظامیان این منطقه به هلاکت رسیدند. طاهر قدرتزاده رئیس ناحیه جابر رسولف در این نشست گفت با همتایان قرقیزش رابطه مستقیم دارد و برای حل بحث ها سری وقت در تماس می شوند. 10 گکتار مون و ما هستیم بود ای بحثی اما این دیگه قربانچه چند تا دارن قربانچه 10 گکتار دیگر مون دوست. به گفته طرف‌ها تا حال زیاده از 600 کیلومتر یا 70% خط سرحد بین تاجیکستان و قرقیزستان معلوم شده است. تاجیکستان و قرقیزستان تقریباً 1000 کیلومتر خط مرز دارند و بخشی از آن هنوز مشخص و نشانه‌گذاری نشده است. گروه‌های حکومتی جاینگاری تاجیکستان و قرقیزستان دفعه آخر در نیمه ماه ینور در شهر دوشنبه واخوردند. دیپلمات‌های قرقیزستان با نشر اظهارات گفتند کار کمیسیون با سرعت بلند پیش می‌رود. در تاجیکستان به این اظهارات واکنش نکردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جابر رسولف.